خانم‌ها و آقایان، همه شما شاهد بودید که در خرداد گذشته کشور من مورد تهاجمی وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل قرار گرفت. حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانه‌ها و زیرساخت‌های ایران، آن هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمی داشتیم، خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف کننده تلاش برای استقرار، ثبات و صلح بود. این تجاوز گستاخانه علاوه بر شهادت رساندن تعدادی از فرماندهان، شهروندان، کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگان علمی کشور، ضربه‌ای سنگین به اعتماد بین المللی و چشمانداز صلح در منطقه وارد کرد. آنچه که از این قتل و جنایت شما میتونید کشتار بچه‌ها، کودکان، زنان و در حقیقت یک کتابی است از کشتاری که اسرائیل در کشور ما از همه انسان‌های زن و مرد و کودک و جوان در کشور ما ایجاد کرد. یعنی اینها به اسم آرامش و صلح در کشور و در منطقه ایجاد شد. خانم‌ها و آقایان، و با همین روند 35,000 انسان‌های بیگناه را در غزه به خاک و خون کشید.